با افتخار 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در نوروزگاه پایتخت مسابقه کشادی پایگاه اسبدوانی دایر گردید. در این چهاربینی ورزشکاران شناخته مملکت با ذات‌های اسب‌های گوناگون تاجیکی و انگلیسی اشتراک نمودند. مسابقه کشادی اسبدوانی بخشیده به 28مین سالگرد استقلال کشور در مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه مخلصان زیادی چابک-سواران را به هم آورد. در آن بیش از 48 سر اسب‌های خوب ذاتی تاجیکی و انگلیسی اخال تکنی و آمیخته از کارخانه‌های ساحوی جمهوری با بهترین چابک-سواران کشور اشتراک کردند. مسابقه در مسافه‌های 1200 متر و 1800 متر در 8 مرحله گذرانده شد. در 5 پایگاه به مسافه 1200 متر مقرر گردیده اسب خوشزاد با لقب رزگرام از شهر دوشنبه با نشانداد 1 دقیقه و 23 ثانیه تحت راهبری ستار فانوشیروان در پایگاه اول، اسب خوشزاد از شهر دوشنبه با لقب کراسافچیک در 1 دقیقه و 22 ثانیه تحت راهبری صوفیف شادروز در پایگاه دوم، اسب خوشزاد با لقب تایگر از نوحه فرخور تحت راهبری عظمت جمعیف در 1 دقیقه و 26 ثانیه در پایگاه سوم، اسب خوشزاد با لقب گامبید از شهر دوشنبه در 1 دقیقه و 27 ثانیه در پایگاه چهارم و اسب خوشزاد با لقب بومداد از شهر دوشنبه در 1 دقیقه و 2 ثانیه در پایگاه پنجم و مسافه 1200 متر جایهای اول را اشغال نمودند. با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه چنین مسابقه های ورزشی پایگاه اسبدوانی بخشیده به صحنه های تاریخی برگزار کرده می شود و همساله در خود همین مؤسسه دولتی نوروزگاه پایتخت چنین چهاربینی ها در یک سطح بلند برگزار کرده می شود و ما می بینیم که در برابر چابک سواران امروز اسب‌های ذاتی تاجیکی خیلی خوب یعنی که مهارت خوب نشان داده ایستادند و ما باوری کامل داریم که چنین ذات‌ها را ما آماده کرده با مسابقه های سطح بین المللی سفربر می نماییم. در 3 پایگاه به مسافه 1800 متر مقرر گردیده 19 سر اسب‌های ذاتی تاجیکی و انگلیسی در 3 پایگاه نیروسنجی نمودند. در پایگاه اول به مسافه 1800 متر اسب خوشزاد با لقب پیمان از شهر دوشنبه با نشانداد 1 دقیقه و 52 ثانیه تحت راهبری سلام و فردوس مقام اول را اشغال کرد. در پایگاه دوم به همین مسافه اسب خوشزاد با لقب انرژتیک از شهر دوشنبه تحت راهبری سلام و فردوس با نشانداد 2 دقیقه و 6 ثانیه مقام دوم را کسب کرد. در پایگاه آخرین با مسافه 1800 متر اسب خوشزاد با لقب وطن تحت راهبری چابکسوار از فدراسیون روسیه کازبک حمیزوف با نشانداد 1 دقیقه و 54 ثانیه مقام اول را در بین 7 اسب‌های خوشزاد انگلیسی به دست آورد. Здесь борьба проходила. Всегда, когда на скачку выходишь, все время хочешь выигрывать. Это наша работа, и мы его делаем как можем. Лишь бы кони в порядке были. Соперники достойные были? Да, очень соперники достойные были. И я благодарю всех жокеев и тренеров, которые подготовили здесь лошадей. И борьба была, сами видели, какая упорная. На последних метрах я смог только оторваться. همین طریق به غالبانی که سزاوار زینه‌های افتخاری شدند از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه مدال و افتخارنامه و مکافات‌های پولی تقدیم گردید.